سلام داوطلبان گرامی، موضوع دومی تاریخ است. در این موضوع ما سرآول درباره معلومات‌های مهم تاریخی با شما صحبت می‌کنیم. یکم معلومات اساسی که در این علم استفاده می‌شود این مفهوم عصر است. 100 سال برابر است با یک عصر، یعنی 100 ساله را یک عصر میگویند و مفهوم عصر اینچنین با مفهوم‌های 100 و یا 100 ساله نیز آمدنش ممکن است. و مفهوم دیگری که استفاده می‌شود این هزاره است که 1000 سال را چنین می‌نامند، یعنی یک هزاره یا 1000 ساله. دیگر معلوماتی که ما می‌خواهیم برای شما گویم این معین کردن پیش از میلاد و میلادی است. چگونه این با وجود آمد؟ البته چنین حساب کردن تخمینی است. میلاد و پیش از میلاد از کجا با وجود آمد؟ نگاه کنید، ما یک دوره تاریخی از 2.5 میلیون سال آغاز می‌گردد. این 2.5 میلیون سال از زمانی که اولین جای زیستی آدمان رو پیدا کردن، از 2.5 میلیون سال پیش از میلاد، و کهن‌ترین دوره تاریخی که عصر سنگ است از همین 2.5 میلیون سال حساب کرده می شود و تا امروز ادامه می‌یابد. یعنی امروز سال 2026 تا امروز ادامه می‌یابد. اما این با پیش از میلاد و میلادی جدا می‌گردد. ما اینجا یک میمونیم، یعنی سال یکم میلادی. این از تولد پیامبر دینی مسیحی عیسی مسیح آغاز می‌شود، یعنی میلادی مسیحی، و پیش از تولد عیسی مسیح پیش از میلاد و بعدی تولد البته دوره میلادی، یعنی 2026 معنی آن را دارد که ما 2026 سال بعد از تولد عیسی مسیح قرار داریم و هر واقعه پیش از تولد عیسی مسیح است اون رو گفتم پیش از میلاد. خب از همین 2.5 میلیون سال سر میشد و امروز سال 2026 میلادی است. و هر واقعه که پیش از تولد عیسی مسیح با وجود آمد، مثلا سال 550 پیش از میلاد دولت هخامنشیان با وجود آمد. یعنی دولت هخامنشیان کی با وجود آمده است؟ 550 سال پیش از تولد عیسی. خب عصر رو با رقم‌های ریمی اشاره میکنند. رقم‌های ریمی در فن تاریخ بسیارتر برای معین کردن عصر، برای نشان دادن عصر استفاده می‌گردد. رقم‌های ریمی ما در اینجا برای شما نشان دادیم که این رقم‌های ریمی هستند و امروز رقم‌هایی که جهانیان استفاده میکنند رقم‌ها در علم رقم‌های عربی نام دارند و در اصل این رقم‌ها از جانب یکی از متفکران بزرگ تاجیک محمد موسی الخوارزمی پیشنهاد شده است، اما در عموما در دنیا همچون با نام رقم‌های عربی شناخته میشوند. خب مثلا ما رقم‌هایی که ما اینجا پیشنهاد کردیم از 1 تا 10 و بعدا هم خیلی می رود. مثلا اگر ما خواهیم رقم 1 رو اشاره کنیم، شکل ریمی رقم چنین است: 2 3 و از 3 شاید ما بعدی برای نشان دادن 4 اول باید 5 رو معین کنیم. 5 ریمی چنین اشاره کرده می شود و برای نشان دادن رقم 4 5 و 1 تا از 5 کم می شود رقم 4. و برای معین کردن 6 بعد از همین اشاره علامت 1 استفاده کرده می شود و می شود رقم 6. برای معین کردن 7 و همین دو دانه 1 اشاره کرده می شود 7. بعد همین خیلی می رود تا 8 و بازم برای معین کردن 9 باید ما اول 10 رو اشاره کنیم. رقم 10 چنین اشاره کرده می شود، اشاره رقم 10 و 9 نیز مانند 4 اشاره کرده می شود، یعنی از 10 1 تا کم. برای معین کردن 11 10 و علاوه 1 11 و همینطور ساخته میشن. رقم ها می روند. مثلا اگر ما 20 رو معین کنیم 20. خب تا 50 و 50 با چنین اشاره کرده می شود رقم 50. برای مثال 1000 اگر ما سالی که ما قرار داریم 2026 آن رو نشان دهیم چنین می نویسیم 1000 یعنی 2000 20 و 6. برای نشان دادن
یک رقم 2026 که ما امروز چنین ساده استفاده میبریم از چنین رقم‌های ریمی اشاره کرده میشه. خب یکی از مسائل دیگری مهمه که استفاده میگردد و آن در تاریخ بسیار مورد استفاده قرار میگیرد معین کردن عصر است که همین سال به کدام عصر تعلق دارد. یک چیز رو باید فراموش نکرد که تمام عددهای یک رقم و دو رقم اصل یکند. تمام عددهای یک رقم و دو رقم اصل یکند. یعنی مثلا ما گویم که اگر سال 34 به کدام عصر تعلق دارد چی پیش از میلاد چی میلاد اصل یک است. یا رقم 5 به کدام عصر تعلق دارد سال پنجم اصل یک. چی پیش از میلاد چی میلادی. یعنی اگر گوید که سال پنجمی پیش از میلاد به کدام عصر تعلق دارد ما میگوییم اصل یکی پیش از میلاد. ولی اگر همین سال پرسیده دوره میلادی باشد ما میگوییم که اصل یکی میلادی. اگر عدد سه رقمه شد مثلا 345 ما برای معین کردن اون که 345 سال 345 به کدام عصر تعلق دارد ما یک نکته رو باید نگاه کنیم. اگر سال سه رقمه شد ما رقم یکمش رو نگاه میکنیم و اون رو جمع یک میکنیم. یعنی سال 345 تعلق دارد به عصر 4. اگر تمام سالهایی که سه رقمه هستن چنین حساب کرده میشه. مثلا سال تأسیس یابی دولت سامانیان که سال 875 است. 875 یعنی علاقه ما میدونیم که رقم یکم نگاه کرده به اون یک علاوه میکنه میشود عصر 9. اگر سال 4 رقمه شد مثلا تا 2026 از سال 1000 تا 2026 4 رقم است ما دو رقمی اولی آن رو نگاه کرده و با اون یک علاوه میکنیم عصر دلخواه ما پیدا میشود. مثلا سال 1111 که این سال از 4 رقم ترکیب یافته است ما دو رقم اول این رو نگاه کرده معین میکنیم که عصر 12 میشه. یا مثلا سال 2026 که ما گفتیم با رقم 20 یک علاوه میکنیم عصر میشه عصر 21. خب دیگر مسئله که ما امروز در باره آن صحبت میکنیم و گپ بزنیم در این درس ما این سالشماری ها است. یکچند سالشماری ها دنیا از یکچند سالشماری ها استفاده کرده است و حتی هر یک خلق ملت به خود سالشماری های علاهیده و گوناگون دارند. خب ما اینجا سالشماری های را مورد آموزش قرار میدهیم که خلق تاجیک مورد استفاده قرار داده است. چه سالشماری هایی که تعلق دارند به خودی خلق تاجیک، چه سالشماری هایی که جهانیان استفاده کردن و خلق تاجیک اون را استفاده میکنه ما درباره آن حرف میزنیم. سر اول خلق تاجیک از سالشماری در دوره هخامنشیان در دوره ساسانیان از سالشماری زردشتی استفاده کرده است. این سالشماری از سال 441 تا میلاد یعنی در دوره هخامنشیان آغاز می شود و تا برهم خوردن دولت ساسانیان ادامه می‌یابد. یعنی از سال 441 تا میلاد تا سال 651 میلادی سالشماری زردشتی عمل کرد. دوم سالشماری که ما درباره آن حرف میزنیم این سالشماری مسلمانی هجری است که از سال 622 از زمان هجرت پیامبر از مکه به یثرب یعنی پیامبر اسلام از مکه به یثرب آغاز می شود. از این سالشماری استفاده کرده است و امروز کشورهای عربی از سالشماری مسلمانی هجری استفاده میبرند و خلق تاجیک نیز یک مدت از این سالشماری استفاده کرده است. دیگر سالشماری یزدیگردی که این تعلق دارد به آخرین شاهنشاه ساسانیان یزدیگردی 3 و سالشماری یزدیگردی تنها زمان حکمرانی خود یزدیگردی 3 را در بر میگیرد. یعنی از سالهای 632 تا 651 عمل کرده است. دیگر سالشماری که این سالشماری جهانیان استفاده کردند سالشماری یولیانی از 1 ژانویه سال 25 میلادی آغاز می‌گردد و تا یک مدت از همین سالشماری استفاده می‌گردید و بعداً در عصر 16 از جانب یک روحانی دینی نصرانی پاپ گریگوری 13 سالشماری نوی که تمام جهان از آن استفاده می‌برند و با نام سالشماری گریگوریانی مشهور است از آن را پیشنهاد کرد و تا امروز
از همین سالشماری استفاده کرده میشد. یعنی ما حاضر در سال 2026 یعنی همین مطابق سالشماری گریگوریانی قرار داریم. خب یکی از سالشماری هایی که مردم تاجیک استفاده میکنن و تا امروز در بین مردم معمول است، یعنی مورد استفاده قرار میدهند. این سالشماری قدیمه فارسی تاجیکی یا به طور دیگر مولجر یا موچل نام میبرند و سالشماری مولجر یعنی به نام 12 حیوان مانده شده است و شما میتوانید که سن و سال خود را از اینجا پیدا کرده معین کنید که سن سال شما، یعنی که سال شما با کدام از این حیوان هایی که در اینجا نامبر شدن راست میبیاید. مثلا سال 2026 سالی که ما در آن قرار داریم 2026 سال اسب می باشد، یعنی که ما در اینجا معین کردیم که رقم هفتم یعنی سال اسب 2026 راست میبیاید به همین سال اسب و این سالشماری تقویم قدیمه فارسی تاجیکی یا به طور دیگر مولجر نیز مینامند. خب یکی از مهمترین موضوعهای علمی تاریخ این عصر سنگ می باشد. قدیمترین دوره تاریخ انسانیت عصر سنگ 99% عمر انسانیت محض در همین دوره تاریخی یعنی در عصر سنگ گذشته است. برای آن عصر سنگ مینامند که تمام آلات و ابزارهای انسانیت در این دوره از سنگ ساخته میشد. انسانهای قدیم آلات اساسی که در زندگی استفاده میکردن این همه آنها از سنگ ساخته میشدن. مثلا اسباب‌هایی که شما در تصویر نگاه میکنید از سنگ ساخته شدن و در هر یک وظیفه خود را در دوره عصر سنگ انجام میدادند. مثلا سنگ یکمی که در اینجا نشان داده است این اسباب ترب مانند که در کف دست جایگیر میشد چاپر نام داشت و این آلات سنگی را باری اول سال 1953 باستانشناس شوروی اوکلادنیکوف کشف کرده است، یعنی پیدا نموده است و این اسباب‌های سنگی برای شکار، برای نرم کردن زمین، برای نرم کردن رستنی ها استفاده می‌گردید در حیات مردم عصر سنگ و گفتم عصر سنگ درازترین دوره تاریخ انسانیت است و 99% عمر انسانیت در عصر سنگ گذشته است و سبب عصر سنگ نام گرفتن این مرحله تاریخی را نیز برای شما ما گفتم با اون خاطره که تمام ابزار آلات انسانی از سنگ ساخته میشد. مسئله دیگری که ما درباره آن صحبت میکنیم این مرحله های عصر سنگ است. عصر سنگ از 3 مرحله عبارت است: پالئولیت، مزولیت و نئولیت. درباره پالئولیت عصر سنگ قدیمترین است. عصر سنگ قدیمترین که از دو ریشه ترکیب یافته است: پالئو قدیم و لیتو سنگ، یعنی عصر سنگ قدیمترین. دوم دوره عصر سنگ این مزولیت، مزوس میانه و لیتو سنگ، یعنی دوره عصر سنگ میانه. و سوم دوره عصر سنگ نئولیت، نئونو و لیتو سنگ. خب اول ما سر اول درباره پالئولیت حرف میزنیم. پالئولیت دوره قدیمترین عصر سنگ از 2.5 میلیون سال پیش از میلاد تا هزارهای 9 و 7 پیش از میلاد را در بر میگیرد. پالئولیت در نوبت خود به 3 مرحله جدا میشود: پالئولیت پایان، میانه و نو. خب دوره پالئولیت پایان از 2.5 میلیون سال تا 1100 پیش از میلاد را در بر میگیرد. در این دوره تاریخی انسان‌های نخستینی که در این دوره تاریخی زندگی کردند اینها آدمان استرالوپیتکو و هومو ارکتوس. خب سر اول در عصر سنگی پالئولیت استرالوپیتکو زندگی کردند، در عصر سنگی پالئولیت پایان. خب قدیمترین جای زیست آدمان در جهان که تعلق دارد به استرالوپیتکو در قسم جنوب شرقی افریقا پیدا شد و با نام اولدووی مشهور است این باششگاه و تاریخ پیدایش این باششگاه را باستانشناسان به 2.5 میلیون سال ربط دادند. به همین خاطر از سبب آنکه قدیمترین جای زیست آدمان
2.5 میلیون سال تاریخ دارد. به همین خاطر عصر سنگ نیز از 2.5 میلیون سال آغاز می شود. از 2.5 میلیون سال آغاز می شود. این تنها به خاطر پیدا کردن اولدوبای است که و باستانشناسان تاریخ آن را ربط دادن به 2.5 میلیون سال پیش. اولدوبای این باششگاه یا جای زیستی آدمان استرالوپیتک. پالئولیت پایان از دو مرحله ترکیب می‌یابد. پالئولیت پایان دوره یکم و دوره دوم. در دوره یکم استرالوپیتک ها زندگی کردند و در پالئولیت پایان دوره دوم باشد. هومو ارکتوس ها 1.5 میلیون سال پیش از میلاد به جای استرالوپیتک ها آدمان دیگر، آدمان قدیمه، هومو ارکتوس ها با وجود آمدند. هومو ارکتوس ها اگر به زبان تاجیکی ترجمه شود آدمی راست حرکت کننده افاده می‌یابد و از آدمان قدیمی استرالوپیتک در تاجیکستان باششگاه پیدا نکردند، اما از هومو ارکتوس ها در تاجیکستان باششگاه پیدا کردن باستانشناسان با نام کولدره خوالینگ. کولدروی خوالینگ این باششگاه از جانب باستانشناس تاجیک رانوف کشف گردید، یعنی تحقیق گذرانده شد و پیدا کردن کولدره خوالینگ معنای آن را دارد که آسیای مرکزی خصوصا سرزمین زیستی تاجیکان یکی از قدیمترین جای با وجود آمدن انسان ها به حساب می رود و این از تاریخ کهن بنیاد و قدیمه داشتن سرزمین تاجیکان شهادت می دهد و کولدره خوالینگ تقریبا تاریخ 1 میلیون تا 800,000 ساله را دارد و بعدا دوره پالئولیت میانه که از 1000 ساله 100 تا 40 پیش از میلاد رو در بر میگیرد، یعنی 100,000 تا 40,000 سال پیش از میلاد. خب در این دوره تاریخی عصر سنگ آدمان دیگر زندگی کردند، یعنی سومین گروهی آدمان قدیمه نیاندرتال. برای چی این آدمان رو نیاندرتال نامیدن؟ به اون خاطر که اولین مراتبه یادگاری ها رو از این آدمان در نیاندرتالیای آلمان پیدا کردند. در نیاندرتالیای آلمان و این آدمان به خاطر جای پیدایش نیاندرتال نام گذاشته شدند. خب باششگاه نیاندرتالی ها رو، یعنی جای زیستی نیاندرتالی ها رو در آسیای مرکزی باستانشناس شوروی اوکلادنیکوف کشف کرد. سال 1939 اوکلادنیکوف غار تچیکتوشی بویسون ازبکستان را تحقیقات گذرانده، در نتیجه یک کاسه‌خانه پسر بچه 10 ساله نیاندرتالی را پیدا کرد و این معلومات یا شهادت از آن می‌دهد که آسیای مرکزی یکی از مکان‌های قدیم‌ترین زیست انسانیت به حساب می‌رود و کاسه‌خانه پسر بچه 10 ساله نیاندرتالی را اوکلادنیکوف پیدا کرد و از روی قیافه آن سیماشناس گراسیموف قیافه پسر بچه 10 ساله نیاندرتالی را برقرار نمود. خب اینجا ما بیان کردیم. خب دوره سوم پالئولیت، این پالئولیت نو که از 1000 ساله 40 تا 9 هفته پیش از میلاد را در بر میگیرد. در این دوره پالئولیت، یعنی در دوره آخری پالئولیت، آدمانی که زندگی کردن کرومانونس نام داشتن. با اون خاطره که بار اول باشگاه این آدمان رو در کرومانونس فرانسه پیدا کردن، با این خاطر در علم کرومانونس نام گرفتن. کرومانونس ها به طور دیگر در علم اینجوری هومو ساپینز نیز نامگذاری میشن، به معنی آدمی با عقل یا با شعور. در حدود تاجیکستان باشگاه کرومانونس ها را در شوگناوی خوالینگ پیدا کردن و از گفتیم در آسیا مرکزی از هومو ارکتوس ها، از نیاندرتال ها و از کرومانونس ها نیز باشگاه پیدا کردن بجز از استرالوپیتک ها و این نشانه گفتیم از قدیمه بودن، از کهن بنیاد بودن این سرزمین است و گفتم میتونیم که آسیا مرکزی یکی از جایهای اساسی پیدایش آدم قدیم به حساب میرود. دوم مرحله عصر سنگ این مزولیت میباشد. ما درباره پالئولیت معلومات دادیم و مزولیت ما چنانه که گفتیم سر اول از دو ریشه ترکیب یافته است، مزوس میانه و لیتوسن، یعنی عصر سنگی میانه. خب در دوره مزولیت آدمان آیسته آیسته به چاره‌داری یا زراعتکاری مشغول میشن. اولین شغلی
انسانیت در دوره عصر سنگ این شکار بود. کسب اساسی انسانیت در دوره عصر سنگ شکار بود و آهسته آهسته حیوان ها رو شکار میکردند و برخی از اونها رو رام کردند. اولین حیوانی که به انسان رام شد این سگ بود. باقی مانده خوراک ها رو وقتی انسانیت در اطراف باشگاه خود میپرتافت و از همچنین سگ به انسان رام شد و از دوره مزولیت باشگاه هایی که در تاجیکستان پیدا شدند و به زمان ما در دوره مزولیت باشگاه هایی که در تاجیکستان پیدا شدند اینها باشگاه ها یا امو یادگاری های 44 چشمه شهری توس، مزار شریف پنجکند، سیاد و توتخوول نارک و آشخانه پامیر یعنی بدخشان تعلق دارن به دوره مزولیت. خب یک چیز دیگر از دوره مزولیت ما باید به شما گویم که در دوره مزولیت ساخت جامعه ابتدایی یعنی مادرشاهی آغاز می‌گردد. یعنی در دوره مزولیت مادرشاهی بود و اولاد عائله از مادر حساب کرده میشد. به همون خاطر دوره مزولیت دوره مادرشاهی است. و دیگر دوره تاریخی عصر سنگ این دوره سومی عصر سنگ نئولیت، نئونو و لیتوس سنگ دوره سومی عصر سنگ نئولیت. خب در دوره نئولیت انسانیت باقی مانده حیوان‌هایی که خانگی هستند امروز خانگی کرده است، مثلا بز، گوسفند، خوک، خر، اسب و مرغ رو. و یکی از خصوصیت‌های دیگری اصلی سنگ نئولیت این پیدا شدن زراعتکاری بود که پیدا شدن زراعتکاری را باستانشناسان ربط می‌دانند به هزاره‌های 7-6 پیش از میلاد، یعنی 7-6 هزار سال پیش از میلاد زراعتکاری پیدا شده است که امروز در حیات انسانیت به نهایت نقش کلان دارد. خب سه مدنیت نئولیتی، سه مدنیتی که تعلق دارد به دوره نئولیت و در آسیای مرکزی یا که در گذشته آریان‌های شرقی میگفتند پیدا شده است. این سه مدنیت میباشند: مدنیت جیتون، مدنیت کلتمناری خوارزم و مدنیت ایثار. مدنیت جیتون این مدنیت کشاورزان است، یعنی باشندگان اساسی این مدنیت با کشاورزی مشغول میشدند. این مدنیت از دوره 6 پیش از میلاد پیدا گردید و خب باشندگان این مدنیت خانه های خود را از خشت پخسه میساختند، یعنی دیواری لایی بنیاد کرده بودند و دهه ها تقریبا از 20-40 خانگی عبارت بودند که در آن یک اولاد زندگی میکرد، در یک دهه یک اولاد زندگی میکرد. دوم مدنیتی که تعلق داره به دوره نئولیت این کلتمناری خوارزم. کسب اساسی باشندگان این مدنیت محیط‌داری و شکارچگی بود و این مدنیت رو پیدا کردند و دوره پیدایش آن رو ربط دانستند به هزاره 4 و 3 تا میلاد. چون کلتمناری ها در اطراف بحر خوارزم امروزه بحر ارال زندگی میکردند، کسب اساسی آنها شکار بود، یعنی شکاری ماهی و شکاری دیگر حیوان ها. خب یکی از معروف ترین باششگاه ها، یکی از معروف ترین یادگاری هایی که تعلق دارد به کلتمناریان و تعلق نام دارد جنباز قلعه 4. کلتمناری ها خانه های خود را از قمیش میساختند. آن نی هایی که در لبی بحرها در لبی دریاها میرستند از آن بنیاد میکردند میساختند و در یک خانه تقریبا 100-120 نفر زندگی میکردند. خب سوم مدنیتی که مستقیم به واسطه تعلق دارد به تاجیکستان ما، مدنیت ایثار. کسب اساسی باشندگان مدنیت ایثار این چاره‌داری بود. تا امروز با همین عمل مشهورند، ایثار، چاره‌داری. و این مدنیت رو پیدا کردن هزارهای 6 و 3 پیش از میلاد، یعنی پیدا کردن و دوره پیدایش آن رو ربط دانستن به هزارهای 6 و 3 پیش از میلاد. برای آن مدنیت ایثار نامیدند که بار اول بازیافت‌های این مدنیت رو در قبض‌های خاک در تپه غازیان ایثار پیدا کردند و به این مدنیت نام گذاشتن مدنیت ایثار. خب بعداً باستانشناسان باقی مانده‌های مدنیت ایثار را در لب دریاهای کفرنیان امروزه، یعنی کومیجیان، بخش و سرخاب بخش و یابان پیدا کردند. خب
این بود معلومات درباره دوره نئولیت. بعد از عصر سنگ عصر برنج اومد. عصر برنجی اومد، اما بین عصر سنگ و عصر برنجی یک مرحله کوتاه دیگری تاریخی است که آن را عصر یکجایی مثل سنگ یعنی انئولیت می‌نامند. عصر یکجایی مثل سنگ رو در علم تاریخ گفتند انئولیت. خب این عصر تقریبا از 1006 تا 4 ادامه کرده است. و مس تصادفاً پیدا شد. متل مس تصادفاً پیدا شد در نتیجه کشف آتش و بعداً انسانیت خوراک‌هایی که حیوان‌ها چیکار می‌کردن، خوراک رو دیگر می‌پختند و در نتیجه افروختن گلخان‌ها، آتش‌ها تصادفاً متل مس رو در همین سوزاندن و کفیدن سنگ‌ها و جاری شدن متل مس و بعد خاموش شدن آتش آن متل سخت می‌شود. بعد آیسته انسانیت آن را استفاده کرد، اما متل مس نتوانست که جای سنگ رو با پورگی گیرد، به اون خاطره که متل ملایم بود و بعضی از کارهای انسانیت در خانه و یا در کشت و کار مطابقت نمیکرد. بعدا انسانیت به مس متل دیگر قلعگی را علاوه کرده، یک معدنی نو را با وجود آمد با نام برنج. یعنی و یک مرحله دیگری انسانیت، دوره تاریخ انسانیت پیدا شد با نام برنج، یعنی عصر برنجی. عصر برنجی تقریبا 1000 سالهای 4 و 2 پیش از میلاد را در بر میگیرد. در دوره عصر برنج ما چون که بالاتر گفتیم در دوره نئولیت مادرشاهی به وجود آمد، اما در دوره عصر برنج باشد به جای مادرشاهی پدرشاهی آغاز می شود. دیگر تغییرات هایی که در دوره عصر برنج به وجود آمده است در نتیجه کشف متل برنج، اسباب های روزگار به مانند داس، تبر، کارد، سپر و غیره ها گویم اختراع گردیدند که در نتیجه پیدا شدن متل برنج می باشد. و دیگر کشفیاتی که انسانیت در دوره عصر برنج کرده است، این کشف عرابه دوچرخه و قایق بود. یعنی عرابه دوچرخه و قایق در دوره عصر برنج اختراع گردید. دیگر تغییراتی که در حیات انسان ها در عصر برنج به وجود آمد، این حرکت خلق‌ها بود در دوره عصر برنج. یعنی خلق‌ها آهسته آهسته به روی زمین پهن می‌شدند، یعنی دوره حرکت خلق‌ها بود. کوش می‌بستند، برای پیدا کردن جای زیستی قلای حرکت می‌کردند. خب در این دوره یعنی در عصر برنج اینچنین در 1032 پیش از میلاد نخستین شهر دولت ها با وجود آمد. شهر دولت ها، حدود شهر دولت ها با دهه های امروز برابر بود، اما گفتم به مورد است که نخستین شهر دولت ها در 1032 پیش از میلاد در دوره عصر برنج پیدا شد. در این دوره اینچنین با گفته باستانشناسان نام اتنیکی آریایی پیدا شد. خلق تاجیک در گذشته آریایی نامیده میشد، به معنای آریایی به معنای پاک، نجیب، والا مقام و مفهوم تاجیک نیز همین معنا را افاده میکند و در گذشته مردم تاجیک آریایی نام داشتند که مفهوم آریایی در دوره عصر برنج پیدا شد. خب دیگر تغییراتی که در دوره عصر برنج شد، این اختراع چرخ کلالگری بود. یعنی اولین کسب هنرمندی که انسانیت با آن دست یافت این کلالگری بود و مهنت اساسی کلالگر البته که این ظرف است، یعنی ظرف‌های کلالی برای استفاده در روزگار بسیار مورد استفاده قرار می‌گرفتند و که این یکی از تغییرات‌های اساسی در دوره عصر برنج بود. در دوره عصر برنج تقسیمات مهنت با وجود می‌آید. سراول تقسیمات مهنت بین چارواداران و کشاورزان و دوم تقسیمات مهنت باشد بین در نتیجه با وجود آمدن کلالگری و پیدا شدن صنعت هنرمندی. تقسیمات دوم مهنت با وجود آمد که این بین چاروادار، کشاورز و سوم کسب انسانیت، سوم گویم که یک شغل نوی انسانیت هنرمندی و این گونه تقسیمات رو گفتن تقسیمات دومی مهنت. یادگاری‌های عصر برنجی را به دو گروه جدا کردند. یادگاری‌های عصر برنج که در آریان‌های غربی وجود داشتند، یعنی در ایران امروزه،
اوریون جهانی اوریونا رو به دو نصف جدا کردن، اوریونای شرقی اوریونای غربی. اوریونای غربی حدود ایران امروزه و اوریونای شرقی باشد حدود زیست مردمی تاجیک یعنی آسیای مرکزی. یادگاری هایی که تعلق دارن به دوره عصر برنجی و در حدود اوریونای غربی یا ایران پیدا کردن اینها می باشند. شهری سوخته، یادگاری شهری سوخته که در سیستان پیدا کردن، مدنیت سیالک یا یادگاری سیالک که تعلق دارد به عصر برنجی و گویم در ناحیه کوشان ایران پیدا کردن و یادگاری طلیبکون که به دوره برنجی تعلق دارد و در ناحیه شیراز ایران امروزه پیدا شده است. خب این یادگاری های عصر برنج که در اوریونای شرقی، ما اوریونای شرقی علاقه شهر دادیم گفتیم آسیا مرکزی، و یادگاری هایی که تعلق دارن به دوره عصر برنج و در آسیا مرکزی پیدا شدن یعنی اوریونای شرقی. سر اول یادگاری های نمازگاه آلتین تپه و نمازگاه تپه در دامنکوهای کپداغ ترکمنستان. خب یادگاری تقالق یک این نیز در وادی در دریای مرغابی ترکمنستان است. خب یادگاری گونور در نزدیکی معبد تقالق گفته است 1032 پیش از میلاد. گونور پایتخت مرغوش یعنی مروی امروزه بود و البته که پیدا شده است در حدود ترکمنستان. خب جرختان در باختر شمالی شیرآباد ازبکستان. جرختان یکی از قدیمترین معبد آیین مزده اسنا بود، یعنی یکی از قدیمترین آتشکده های دینی زردشتیه در همین جرختان پیدا شدن. خب بعد سرزم پنجکین. سرزم پنجکین، سرزم هم تعلق دارد به دوره عصر مس و سنگ یعنی انیولید و هم عصر برنجی. یکی از یادگاری نمایان عصر برنجی تاجیکستان کنونی این سرزم پنجکین است. سرزم مردمی سرزم به استحصال اساسا به استحصال مس مشغول بودند. کسب اساسی باشندگان سرزم استحصال مس بود. شهر سرزم قدیمترین شهر تاجیک نشین به حساب می رود. اگر ما گوییم قدیمترین جای زیستی آدمان در آسیای مرکزی کولدره خاولینگ است، اما قدیمترین شهر این سرزم پنجکین است. سرزم پنجکین تاریخ 5500 ساله دارد. 5500 ساله دارد و با افتخار گفته میتونیم که یکی از یادگاری هایی که از نام تاجیکستان به فهرست فرهنگی جهانی یونسکو وارد شد این سرزم پنجکین است. سال 2010 این واقعه به عمل آمد و از تاجیکستان هم جشن نوروز و هم شهر سرزم به میراث فرهنگی جهانی یونسکو شامل شدند و سرزم همزمان هم تحت حمایه حکومت جمهوری تاجیکستان و هم در حفاظت بین المللی قرار دارد. در تحقیق و آموزش سرزم پنجکین نقش باستانشناس تاجیک عبدالله جان اسحاقوف به نهایت بزرگ است. همین باستانشناس بود که سرزم پنجکین را کشف کرد و تاریخ پیدایش آن را ربط دانست به 5500 سال پیش و خود معنی کلمه سرزم به معنی سری زمین است. این بود موضوع این درس ما. تا درس‌های دیگر سربلند و موفق باشید.